یوتیوب تا حالا چقدر به من پول داده؟ این سوال شما شاید باشه. بچه‌ها میخوام که یه رازی رو بهتون بگم. مخاطب شما کیه؟ اینو ویدیویی که یا کانتنتی که داری درست می‌کنی واسه کی؟ این محله ماست بچه‌ها. ویدیوهایی که مثلا چند میلیونی از یوتیوب انگلیسی بردار، فقط بگی روش صدا بزن. بچه‌ها سلام، من جی هستم. خوش اومدید به جی تی وی بلژیم. بچه‌ها تو این روزا الان زمستون شده، هوا سرد شده. یک کمی ویدیو گرفتن الان یک کمی فرق داره با حالا هوای حالا تابستونی و بهاری. مردم اینجا یک کمی الان میرن تو فاز خودشون، یک کمی همه افسرده و فلان اینا دیگه نمیان بیرون. الان نگاه، من امروز مثلا می‌خواستم برم ویدیو بگیرم، بذار نگاه کنیم بیرونو، نشستم تو ماشین برم بیرون، بارون می‌بینی؟ یعنی ببین سگ و بلانچی گذاری الان نمیره بیرون. منظور که همین الان فضا فرق کرده. توی زمستون هر چی که میریم یک کمی هوا خب سرد میشه، مردم کمتر میان بیرون و واسه همین ویدیو گرفتم و حالا سوژه‌های خوب پیدا کردن کم سخته، چون کار منم که هست همیشه خب بیرونه، همونجوری که میدونید ویدیوهای بیرونیه، در تعامل با مردم، سوشال اکسپریمنت، دوربین مخفیه. یک کمی الان فضا فرق کرده، همش بارونی، روزای سرد. واسه همین من با خودم فکر کردم که بذار حالا پس یه ویدیو درست کنم که یک چیزی به شما یاد بدم، یعنی از همون چیزی که تجربه‌ای که دارم در اختیار شما بذارم. حالا یاد دادن نه، بیشتر تجربه در اختیار شما گذاشتنه و اونم در مورد یوتیوبه که خیلی فکر می‌کنم که هنوز نوپای تو یوتیوب فارسی، البته خیلی نوپای توی ایران و خیلی آخه از من زیادم میپرسن آقا یوتیوب چجوری پول میده، چقدر پول میده، از کجا شروع کنیم، ما می‌خوایم واردش بشیم. خیلی فکر می‌کنم اطلاعات کمه راجبش. حداقل گفتم بذار کار مفیدی بکنم و با شما در اختیار شما بذارم تجربیاتی که حالا تو این همه سالها، تو این تقریبا 5-6 سالی که تو یوتیوب هستم و با شما در میون بذارم، شاید واسه مفید باشه. اگه مفید بود ادامه میدم. الانم دارم میرم باشگاه، درس میخوام برم باشگاه، شما هم با هم بیایم بریم باشگاه. تو همین حین بهتون میخوام بگم که حالا در مورد یوتیوب هر اطلاعاتی، هر سوالی که قبلا ازم شده و اینا سعی میکنم بهش جواب بدم و فکر میکنم سوالاتونم پیدا بکنین. اگه صبر بکنین تا آخر ویدیو نگاه بکنین تا با همون سوالی که شما مد نظرتونه برسیم و جوابش هم داده بشه. اگه احیانا سوالی رو نتونستین پیدا کنین که جوابش رو داده باشم، تو کامنت حتما بنویسین، حتما اونجا جواب میدم یا توی ویدیوهای بعدی. فعلا بریم به سمت باشگاه. بچه‌ها خیلی میگن که خیلی از من سوال پرسن که ما می‌خوایم یوتیوب شروع کنیم، بعد اصلا نمیدونیم چیکار کنیم. خب ببین چند سوال قبلش باید جواب بدیم. شما می‌خواید توی چه حوزه‌ای وارد بشین؟ می‌خواید توی انگلیسی اول مشخص کنین، همون اول توی انگلیسی می‌خواید وارد شین یا توی یوتیوب فارسی؟ این خیلی مهمه، نمیشه میکس کنین، نمیشه. خب دو، توی چه رشته‌ای علاقه دارین؟ چون ببین یوتیوب اینجوری نیست که یه دفعه از این ور بگی یه دفعه از اون ور، و باید همیشه توی همون شاخه بری. البته توی شاخه‌ای که گرفته، توی شاخه‌ای که مخاطبینت خوششون اومده از اون چیز که داری میگی و همون انتخاب کنین برید. خب مطلب بعدی، باید مشخص کنین میخواین تو ویدیو صحبت بکنین با مخاطب یا نه. فقط قرار نیست صحبت بکنین، قرار فقط بدون صدا باشه، یعنی مثلا با انیمیشن و این چیزا صحبت بکنین. یعنی خودتون قرار باشین یا نباشین، اینم باز مطلب بعدی که باید مشخص بکنین. بعد این مخاطب شما کیه؟ اینو ویدیویی که یا کانتنتی که داری درست می‌کنی واسه کیه؟ واسه مثلا کشور ایرانه، واسه کشور افغانستانه، واسه کل دنیاست؟ این خیلی مهمه. چرا؟ چون سلیقه فرق میکنه. مثلا ایرانی‌ها یه چیزایی رو دوست دارن، افغان‌ها یه چیز، فارسی زبان‌ها بگم بهتر، فارسی زبان‌ها یه چیزایی رو دوست دارن، خارجی‌ها یه چیز دیگه دوست دارن. شما باید مشخص کنید واسه کی داری ویدیو درست میکنی و بر اساس اون، یعنی اینا این چیز یه چیزایی که باید بنویسی و بعد به همشون بتونی جواب بدی. این که میگی من میخوام ویدیو یوتیوب شروع کنم ولی اصلا نمیدونی که چی میخوای، تو کدوم چیز باشی، تو کدوم رشته باشی، میخوای مخاطب کی باشه، انگلیسی باشه یا فارسی، این بده. باید قبلش بدونی که میخوای دقیقاً چی کار بکنی، خودت باشی توش یا نه، انیمیشن، داستان جنایی، طنز، نه همه رو باید مشخص بکنی و بعد واردش بشی. پس قبل از اینکه یوتیوب شروع بکنی، یک کانال یوتیوب رو به همه این سوالا که گفتم جواب بده. Yeah.
بچه‌ها میخوام که یه رازی رو بهتون بگم. نگاه کنید، خیلی‌ها به ما میگن که به من میگن که ما خیلی میپرسن که بهترین ایده چیه واسه شروع یوتیوب. نگاه کنید، میخوام یه راز طلایی رو بهتون بگم. نگاه کن، اگه این واسه آدمای تنبل مثل من، نگاه کن، اگه واقعا میخوای این کار رو یوتیوب شروع کنی و نمیدونی ایده با چیکار بکنی، نگاه کن، برو تو یوتیوب انگلیسی ببین کدوم ویدیوها، مثلا بخش جنایی یوتیوب انگلیسی رو مثلا خیلی دوست داری، یعنی علاقه به داستانای جنایی داری، میری سرچ میکنی داستانای جنایی انگلیسی، کانال انگلیسی زبان، اون ویدیوها رو برمیداری، صداشو کامل قطع میکنی، ولی قبلش متن که چیزی که داره میگه رو باید بفهمی چی میگه دیگه. حالا میتونی از چت جی پی تی استفاده کنی، از هوش مصنوعی تا اینا همه رو ترجمه کنی، یعنی حتی لازم نیست خودت کلمه بهش اضافه کنی، همون چیزایی که اون میگه رو برگردون کن با استفاده از هوش مصنوعی، فارسی کن با صدای خودت یا یک کسی که فکر کنی صداش خوبه، فرق نداره، همون ویدیو رو دانلود کن، با خودت حرف بزن روش، یعنی صدای اون رو کامل ببند، خودت روش حرف بزن، همون چیزایی که اون میگه به فارسی بگو، بذار، نه کپی رایت میخوره نه هیچی. ببین، یعنی من بهت قول میدم که شاید به عرض 3-4 تا ویدیو اول ویدیوات وایرال بشه، ویدیوهایی که مثلا چند میلیونی از یوتیوب انگلیسی بردار، فقط بگی روش صدا بذار، یعنی حرف بزن. حالا ببین واسه اطمینان میتونی مثلا کاتاشو یکم عوض کنی، مثلا فریماش 100% همون نباشه، یه کمی مثلا بعضی فریما رو مثلا حذف کن، بعضی مثلا جابجا کن، طوری که به داستان بود اون ریتم ویدیو دست نخوره، یعنی عوض نشه. همین کارو بکن واسه اون آدمای تنبل. این ایده به خدا طلاییه. حالا شاید خدا بگه چرا خودت این کار نمی‌کنی؟ من وقتشو ندارم، مثلا من لازمم ندارم، یعنی من همین که این کار دارم میکنم من واسه هوبیمه، واسه سرگرمیمه و اصلا لازم نمیبینم که این کار بکنم. اگه وقتشو داشتم، چون کار دیگه من میکنم، اگه وقتشو داشتم حتما این کارو میکردم، ولی دارم با شما صادقانه میگم بچا برید این کارو بکنید، مطمئن باش تو 3-4 تا ویدیو اول میتر کنی میری برین حال کن. خب بچه‌ها، من همین الان رسیدم خونه، تقریبا دیگه شب شد، رفته بودم، روز بود دیگه، روزا هم کوتاه شده، تازه رسیدم خونه، بعد باشگاه رفته بودم یکم خریدم، اینا هم باید میکردم البته. موضوعی که میخواستم بهتون بگم اینه که چرا اصلا یوتیوب بچه‌ها، به خاطر اینکه من اصلا اگه یوتیوب نمی بود نمیدونم باید چیکار میکردم. چرا؟ چون اصلا از خیلی جهات به من کمک کرد، از لحاظ اعتماد به نفس و حالا اوناش فرش کن. اصلا من اصلا میگم خیلی‌ها به خاطر پول میخوان این کار بکنن. بذار از نظر مالی باهاتون صحبت کنم. یوتیوب تا حالا چقدر به من پول داده؟ این سوال شما شاید باشه. من توی 4-5 سالی که توی یوتیوب هستم بچه‌ها حدوداً 30,000 یورو از یوتیوب پول گرفتم. و اصلا همین خونه که توش هستم، خونه که خریدم، پولش از یوتیوب در اومده، در واقع که خونه رو تونستم بخرم، یه بخشیش یعنی، کامل نه. و وقتی که چنین منبع درآمدی شما میتونی داشته باشی، چرا نکنی؟ مخصوصا اگه توی ایران باشی، مخصوصا که به دلار پول در بیاری. واسه همین من به همه میگم باید بیاین توی یوتیوب. از این مسئله بگذریم، میخوام بگم دوباره واسه اونایی که میخوان تازه شروع بکنن اینو بگیم. قانون طراحی رو گفتم که چیکار بکنین، واسه کانال انگلیسی زبانو برین ترجمه فارسی کنین بیارین تو یوتیوب فارسی. بچا یوتیوب فارسی خیلی تخصصی، نیروی تخصصی کم داره. یعنی مثلا شما اگه یه کاری دارین، مثلا من نمیدونم کاشیکارین، لوله کشین، برق کارین، همونو بیارین تو یوتیوب. ببین میدونم یکم سخته حالا فیلم گرفتن و فلان و اینا، ولی مثلا وقتی که شما اول شروع بکنین کم کم راه میافتین. ولی لازم نیست حتما مثلا برین یه دوربین خیلی آنچنانی داشته باشین، صدای آنچنانی، اصلا لازم نیست. با کمترین تجهیزات شروع کنین بچه‌ها. من یوتیوب رو با یه آیفون 5S شروع کردم، یعنی اصلا با خیلی بیسیک، یعنی با اون اینقدر 5S کوچولو هم بود. بعد به سختی اصلا مثلا می‌خواستم اینجوری ادیتم خودم می‌کردم، اون زمان ادیتور نداشتم، بعد می‌خواستم زیرنویس فارسی کنم، اصلا نمی‌دیدم، یک وضعی بود. بعد مثلا 4 ساعت میشستم پای اون برنامه آشغال ادیتوری که مثلا خود این آیفون داشت، بعد از آخر یه دفعه گوشی هنگ می‌کرد، همه میرفت. اصلا واو، نمیدونی چه وضعی بود. منظورم اینه که ساده باید شروع کنید و اصلا از اول اون چیزتون رو خیلی بالا نذارین. نرین لپتاپ چی بخرین، دوربین چی بخرین، میکروفون، نه این کارا رو نکنین. از پول یوتیوب که اومد کم کم وسایلتون رو آپگرید کنین، ارتقا بدین. پس اول خیلی ساده شروع کنین. تخصصی اگه دارین همونو ببین، اون دیگه انتخاب خودتونه که میخواین روش حرف بزنین یا کاملا بی صدا. میتونین فقط نشون بدین، اصلا لازم نیست حرف بزنین.
میتونین تخصصتون رو بیارین تو یوتیوب، هر چی که هست. این نگین که چی کار کنم، چی بذارم، از چی بذارم. ببین یه کانال درست کنین. کانال درست کردن دیگه فکر نمی‌کنم بخوام مثلا بهتون آموزش بدم، چون انقدر آسونه و اصلا تو یوتیوب بزنی چجوری کانال یوتیوب درست کنین دیگه آسونه، اون خودتون میتونین در بیارین. کانال رو درست کنین و همون چیزی که بهش علاقه دارین. مثلا یکی میره باشگاه، خیلی باشگاه دوست داره، اطلاعات داره، همونو بیارین مثلا به ما یاد بدین. مثلا من خودم اصلا نمیفهمم، وارد نیستم از باشگاه رژیم اینا، ولی خب خیلی هستم میدونم که اطلاعاتشون خوبه. خب بیارین همینو یاد بدین، به مردم بگین و اینجوری واسه خودتون یه مخاطب کسب کنین و بعد کم کم دوره بفروشین، نمیدونم کلاس میتونین بذارین، کلاسای آنلاین، از اونها پول در بیارین. بعضی سوال هست مثلا میگن تو ایران ما چجوری مثلا یوتیوب رو شروع کنیم. خب تو ایران فرق نمیکنه، شما مثلا اول کانال رو بذار به درآمدزایی برسه. اول اینو مثلا شما از همون اول میگه ایران تحریم ما نمیدونم، خب شما اول بذار کانال به درآمد برسه، بعد که به درآمد رسید یه شرکتایی هستن تا جایی که من میدونم توی ایران واسطه نقش واسطه رو بازی میکنن که شما بتونی با حساب ادسنس درآمد رو بگیری. یعنی اصلا هیچ مشکلی نداره. این همه یوتیوبر ما تو ایران داریم. هی نگین این بهانه نکنی که تو ایران نمیشه. چرا؟ تو ایران هم میشه. یه شرکت‌های واسطه هستن که شما حساب ادسنس درست می‌کنید. حالا درصدش رو میگیرن دیگه، یعنی یه درصدی فکر کنم 10-20% میگیرن از حقوقتون، ولی خب اب نداره. شما وقتی ویدیو خوب داشته باشین، این مثلا قابل چشم پوشیه. منظورم اینه که اینا رو عذر و بهانه نکنین. اگه هم تو ایران هستین و ویدیو میخواین شروع بکنین وقتی که به درآمدزایی رسید، یعنی واچ تایمتون رفت بالا، که میدونین الان یوتیوب قانونش کم آسان‌تر کرده شده. قبلا بود 1000 سابسکرایبر 4000 واچ تایم، 4000 ساعت واچ تایم، الان شده 500 سابسکرایبر 3000 ساعت واچ تایم. خب سابسکرایبر که معناش میفهمین تعدادشو، 3000 واچ تایم، 3000 ساعت واچ تایم یعنی که ویدیوهای شما به مدت 3000 ساعت نمایش داده بشه. اینجوری شما کانال شما مانتایز میشه و بهش درآمد تعلق میگیره. واسه هر کانالی هم متفاوت درآمدش. مثلا کانال من RPMش مثلا پایین‌تره، آموزشی‌ها بالاتره. کانال من تفریحیه، یه کمی RPMش مثلا به ازای هر 1000 بازی 3-4 دلاره، ولی مثلا کانال آموزشی 6-7 دلاره. یعنی فرق میکنه. نمیشه مثلا بگی هر کانالی با یه معیاری مثلا اندازه‌گیری کرد درآمدشو. بستگی داره چی دارین تولید میکنین. کانال‌های آموزشی درآمدشون بیشتره، ولی به تبع ویوشون کمتره، چون خیلی تعداد کم میان شاید مثلا تو یوتیوب که یه چیزی یاد بگیرم. متاسفانه در واقع هر چیزی که شما میخواین یاد بگیرین تو یوتیوب بهترین شه. اصلا میخوای خونه‌تو کاشی کنی بلد نیستی، تو یوتیوب بزنی در میاد. شما من دارم تون حرف میزنم، میدونی من اصلا میخوام تون، چون خودم یه ویدیو گوش میکنم مثلا تو یوتیوب دوست دارم تون حرف بزنه. خیلی بعضیا اینجوری میکنن. بله شما اگه بخواید تو یوتیوب بابا نمودی ما رو تون حرف بزن، ملت کار دارن. تازه من به شما دارم میگم اگه بازم دارم یه آفشار بزنم، بزنید سرعتش رو زیاد کنید، بزنید ضرب در 2 کنید، ضرب در 1.5 اینا کنین که کمی مثلا وقتتون هدر نره. مهم اینه که اطلاعات رو به دست بیاره. حالا مهم نیست با چه سرعتی گوش میکنین اینا. یکی از چیزا اصلا یوتیوب هم همینه. مثلا شما باید خیلی سریع و خلاصه، حالا باز خودتون میگم اینو، بعدن کانال درست کردین اگه خواستین توش صحبت کنین سریع برین سر اصل مطلب. چرت و پرت نگین، نمیدونم سلام فلان، نمیدونم چه خبر، این غلطو کردین، این غلط، این ولش کن. اینا رو همون هر چیزی که میخوای بگی رو خیلی سریع بگو. حالا در مورد خود تولید محتوا کردن من میتونم خیلی باهاتون حرف بزنم که اصلا چه جوری باشه چه جوری نباشه، ولی نمیدونم علاقه دارین به اینو یا نه. اصلا همین ویدیو هم موضوع یه جوری تستیه واسه خودم. مثلا اینو من درست میکنم. من تو JT بلژیم من اصلا ویدیو اینجوری نداشتم تا حالا. تو اون کانال دیگه هم دیلی جی میذارم ولی اینجا نداشته بودم. حالا این دفعه این تسته، میخوام ببینم شما چقدر علاقه دارین. اگه علاقه داشتین من ادامه میدم. هی میرم توی این فازای کمم یه چیزی یاد بگیریم. حالا کانال من بیشتر جنبه خنده و کمی مثلا شما، من هدفم اینه که یکی میاد از بیرون از کار زندگی درس فلان اینا میاد یه لحظه بیاد تو یوتیوب خوشش بیاد بخنده. حالا دنبالش هم یه حرفایی دارم، مثلا یه هدفای دیگه هم دارم. حالا مثلا اگه میخوام بگم که مثلا I need a fat wife، مثلا یه تابلو میگیرم دستم، میخوام میگم که درسته این در وهله اول واسه خنده است، در وهله دوم میخوام میگم که آقا به اینم توجه کنین که همیشه لاغری معیار واسه زیبایی نیست. اون چاقام مثلا دل دارن، یعنی به اینم نگاه کنین. اگه میگم تابلو میگیرم مثلا I need
بلک وایف، یه زن سیاه‌پوست میخوام. یعنی منظورم اینه که همیشه معیار زیبایی نمیشه سفیدپوستا باشن. یعنی یه مفهومایی هم طمعا دنبالش هستم، حالا از خنده یعنی بگذریم، ولی کلا این یه ویدیو تستیه و می‌خواستم ببینم چجوریه. اگه ویو خوب بود، اگه شما دوست داشتین، اگه واسهتون مفید بود، من ادامه میدم تو یوتیوب. کمی مخصوصا این فصل سرما که کمی بیرون رفتن با مردم تعامل سخته، میتونم همینجوری خیلی خودمونی و درست حسابی باهاتون صحبت کنم و اطلاعاتی که تو این سالها کسب کردم و در اختیارتون بذارم. حتما واسم کامنت بذارید. بچه‌ها من کامنت رو همه رو میخونم، فکر نکنید من کامنت نمیخونم، نیستم فلان، کانالو ول کردم، اینجوری نیست اصلا. من همه رو میخونم، اونایی که لازم باشه جواب میدم. خیلی هم لطف دارن، حالا بعضیامی که فوش میدن و فلان اینا، اونام اب نداره، اونام به هر حال جزئی از جامعه هستن، مهم نیست. دمتون گرم، مرسی. خیلی حرف زدم، می‌خواستم یکم کمتر صحبت کنم، ولی خب شاید نکاتی بود که باید میگفتم، ولی باز هم فکر می‌کنم خیلی چیزا رو شاید هنوز از دستم در رفته باشه. بنویسید تو کامنت‌ها. دمتون گرم، مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم شب روزتون خوش باشه. خیلی من فکر کنم تو این روزا همه تو ایران معطل بارونن. امیدوارم که اینجا که ما بارون دیوونه کرده، نمیدونم، حالا حکمت خداست. امیدوارم که بارون اونجا هم بیاد، توی هر جایی که هستین، هر جای دنیا هستین، رزق و برکتتون زیاد باشه. فداتون، مرسی، دمتون گرم، شب روزتون خوش. تا ویدیو بعدی، خداحافظ. حتما تو کامنت بنویسین که ادامه بدم این سبک ویدیو رو یا بریم سبک‌های دیگر رو امتحان کنیم. مرسی، خداحافظ.